سلام بچه خوش اومد به قسمت دوم سری سوروایولمون. تو این قسمت میخوایم که یه خونه واسه خودمون درست کنیم. اینجا گرفتم خوابیدم. بریم بیرون یه جایی پیدا کنیم که بتونیم اونجا خونه‌مون درست کنیم، یه جای قشنگ و دلواز باشه. بچه فقط این اول ویدیو لایک داره، جای دیگر من لایکشو تا تونستم کم کردم یا کلا نیست دیگه. اینجا رفتم بالای سنگا ببینم کجا برای ساخته مثلا کجا قشنگ تره که خونه اونو همونجا بسید. شانکار زیاد کردم، دیدم اینجا اصلا جای مناسب زیبایی نیست. یه ذره این منور رو میچرخیم اینجا ببینیم کجا خوبه. بچه اینجا رو کات میکنم، یه جای خوشگل پیدا میکنم مثل اینجا الان خوبه برای ساخت خونه. من اون قسمت ویدیو رو کاتش کردم. اینجا جایی که میخوایم بیس اون رو بسازیم. خب میریم متریال بیس رو جمع کنیم. اینجا رو یه ذره صاف میکنم، اینا مزاحم کار کردن نمیشه. خونه ویلیجر بچه اینجا آشغالام ریختم توش، چون به نظرم جای مناسب برای ریختن آشغال همونجایی.
اینجا دوباره اومدم خاک جمع کنم، چون میخواستم اونجا رو صاف و صوف کنم و خونم خیلی بزرگتر بشه. بچه اگه تا الان لایک و ساب نکردین لطفا اون لایک رو بزنید، زنگوله بغلش هم بزنید، خیلی ممنون میشم ازتون این یه کار انجام بدید. صدای من زر گرفته چون گلوم یکم درد میکنه، ببخشید معذرت میخوام. بچه پایه خونه رو نشونه گذاری کردم، دیدم خیلی کوچیک میشه اگه من بخوام اینو بسازم. برای همین گفتم بذار بزرگترش کنم. من که دارم یه خونه میسازم چرا بزرگتر نسازم که بعدا هم راحت باشه. بچه ها داریم به آخر ساخته بیسمون میرسیم. دیزاین داخلش هم ویدیو بعدی میذارم، لطفا تو کامنت ها بگین که داخلش رو به چه شکل دیزاین کنیم، چیکارش کنیم، اصلا دیزاین نکنیم، بکنیم، چیکار کنیم. سخته خونمون که شیر و اینه خیلی قشنگ دادم که با تم ویلیجرها بخورم. بچه ها مرسی که تا انتهای ویدیو دیدین، لایک و ساب فراموش نشه.